خب وقتی که ایکسل بریج برای ما باز شد، بعد از اینکه لوگینمون رو انجام دادیم میتونیم به تب متا هیومنز بریم و بعد از اتمام کامل لوگینز تو تب متا هیومن گزینه مای متا هیومنز رو خواهید داشت و نسبت به ورژن آنریل انجینی که باز کردید کاراکتری که ساختید اینجا براتون ظاهر میشه. کافیه دکمه دانلود رو بزنید در پایین سمت راست صفحه، مراحل جنریت شروع میشه و بعد کاراکتر برای ما دانلود خواهد شد. به طور میانگین ممکنه این روند بین 1 ربع تا نیم ساعت طول بکشه، بنابراین من اینجا ویدیو رو پاز میکنم و بعد از اینکه تموم شد برمیگردم. خب دانلود کاراکترمون به پایان رسید. با زدن دکمه اد میتونیم اون رو به انجین وارد کنیم. وقتی کارش تموم شد میتونیم بریج رو ببندیم و اگر به سن دیفالت لایتینگ برگردیم میتونیم کاراکتری که از وب اپ متا هیومن گرفتیم رو درگ اند دراپ کنیم و بندازیم توی سین. در ابتدا که کاراکتر وارد سن میشه ممکنه در مرکز صحنه نباشه. میتونیم روی این فلش سمت راست لوکیشن تک کلیک کنیم و کاراکتر برای ما در نقطه 000 قرار خواهد گرفت. اینجا بد نیست همونطور که موقع تیری اسکن این کارو کردیم بیایم و فیلد آف ویو کامرامون رو یه مقداری کاهش بدیم. رقم 25 میتونه رقم خوبی باشه و زوم کشیم روی صورت کاراکترمون. هنوز داره یه مقداری شیدرها کامپایل میشه و همچنین نورپردازی دیفالتی که همراه این پریست برای ما لود میشه خیلی صورت رو تخت نشون خواهد دادش. بد نیستش که یه مقداری لایت های این صحنه رو با هم دیگه چک کنیم. خب وقتی این سن رو به لایتاش نگاه میکنیم میبینیم که 2 تا کی لایت برای ما قرار داده شده و یه دونه تاپ لایت. من 2 تا کی لایت رو فعلا غیر فعال میکنم. هم میتونیم بیایم اینتنسیتیش رو 0 کنیم یا تیک افکت ورلد رو برداریم. من فعلا با 0 کردن اینتنسیتی پیش میرم. همینطور برای کی لایت 2 و میایم و شدت تاپ لایتمون رو یه مقداری زیادتر میکنیم. دوباره با زدن این فلش سمت راست میتونیم رقم دیفالت رو بدیم بهش. خب 8 یه مقداری زیاده، بذارید رقم 4 رو امتحان کنیم و همینطور هم میتونیم یه مقداری اون رو دورش کنیم. دور شدن نور کیلایتمون باعث میشه که سایه های تیزتری به ما بده و همینطور اون یه پرنت داره که پرنتش در مرکز این شکل اکتر هستش. اگر روتیت رو انتخاب کنیم میتونیم اون رو روتیت بدیم. بعد نیست که اسنپ زاویه‌مون رو اینجا خاموش کنیم و هدفمون از این کار اینه که یه سایه طبیعی روی صورتمون ظاهر بشه، مخصوصا در قسمت بینی. خب یه مقداری جهت نور رو عوض میکنم تا اون سایه که مد نظرمونه رو بهمون بده. نسبتاً بد نیست الان. و برای که از این حالت خیلی تیره سمت چپ صفحه هم بکاهیم میتونیم نور سمت چپ صورت کاراکتر رو یه مقدار کمی زیادترش کنیم. خب اون نور این هستش و من یه مقداری مثل 2 رو تو ولیوش وارد میکنم. و برای اینکه بتونیم یه ریم لایت خیلی شارپ بگیریم روی لبه موهای کاراکتر و همچنین بخشی از صورت کاراکتر میتونیم یه پوینت لایت هم قرار بدیم پشت سر کاراکتر. همچنین به خاطر اینکه کاراکترمون هم صورت و هم رنگ لباسش روشن هستش بد نیست رنگ بک‌گراندمون رو تیره تر کنیم. برای این کار میتونید با کلمه بک‌گراند سرچ کنید و استاتیک مش بک‌گراندمون رو سلکت کنیم. میبینیم که یه متریال روشن روشه. اگه دابل کلیک کنیم متریال برای ما باز میشه و از قسمت گلوبال وکتور پارامترش میتونیم رنگ اون رو تیره تر کنیم. خب رنگ بک‌گراند رو به یه رنگ خاکستری تیره عوض کردیم و
حالا میتونیم نور ریم لایتی که میخوایم رو به پشت سر کاراکترمون اینجا اد کنیم. میرم تو منوی کریت لایت و پوینت لایت رو انتخاب میکنم و اگر در حالی که نور پوینت لایت سلکت هستش ابزار جابجایی رو بردارم میتونم جای اون رو ست کنم. فکر میکنم لایت دوره از مرکز صحنه، با زدن فلش اون رو میاریمش در 000 و حالا جاشو تعیین میکنیم. خب در ابتدا شدت پوینت لایتمون خیلی زیاده، میتونیم با یه عددی مثل 1 شروع کنیم و استپ گرید رو هم خاموش میکنم تا آزادانه بتونم جای اون رو ست کنم. خب میخوایم علاوه بر این که یه هایلایت به موها میده یه مقدار کمی گوشه صورت رو هم برای ما روشن کنه. مثلا اینجا جای بدی نیست و این تکسچر صورتی هستش که از تکسچر دیفالت متا هیومن گرفتیم. حالا تو مرحله بعدی میخوایم تکسچر این صورت رو با تکسچری که از مگا اسکن استور گرفتیم جانشین کنیم از 3D اسکن استور. خب قبلا همینطور که صحبت کردیم اون تکسچرها رو دانلود کردیم، از کاراکترش تو کار استفاده کردیم و حالا میخوایم تکسچرهایی که سیو از کردیم با فرمت PNG رو وارد برنامه کنیم. من قبلا چند تا تکسچر فتوشاپمون رو سیو از کردم به فرمت PNG و حالا کافیه که فقط اونا رو درگ اند دراپ کنم و برای که منسجم تر باشه فعلا اونا رو وارد میکنم به روت شاخه کاراکتری که از وب اپ گرفتیم. خب در حین که داره کاراکترامون وارد میشه میتونیم بریم و شیدر این صورت رو پیدا کنیم. فایل صورت توی فولدر فیس هستش و در اونجا یه اسکلتال مش خواهیم دید. اگه اسکلتال مش رو باز کنیم در صفحه دیتیل اون میتونیم فایل متریالی که روی صورت ما داده شده رو پیدا کنیم. با زدن روی دکمه یه ذره بین این شاخه برای ما باز میشه. میبینیم که یه متریال برای LOD 0 داریم و همچنین برای هر کدوم از لات هامون هم یه متریال جداگانه داریم. پس اگر تو کارتون میخواید از level of detail استفاده کنید برای کاراکتر باید تکسچر تمام این متریال ها رو تعویض کنید. ولی فعلا برای این توتوریال تمرکزمون روی LOD 0 هستش، بنابراین فقط این متریال رو فعلا تغییرش خواهیم داد. کاری که میخوایم انجام بدیم در ابتدا بیس کالرمون هستش. همطور که میبینید ما یه گزینه مین برای بیس کالر داریم و همینطور CM1, CM2 و CM3 که برای رینکل مپ یا فایل‌های چین و چروک صورت هستش. فعلا برای راحتی کار هر چارت های این تکسچر رو با تکسچر 3D اسکنمون جانشین خواهیم کرد، ولی در جاهایی که براتون چین و چروک های صورت کاراکتر در حین انیمیت خیلی اهمیت داره باید برای هر کدوم از اونها تکسچر خاص خودش رو بسازید. اوکی، فعلا من این تکسچر رو برای هر 4 تا اسلات این متریال درگ اند دراپ میکنم و اگه یه مقدار پایین تر بیایم ستینگ شبیه این رو برای یه نورمال داریم. تنها چیزی که در این قسمت جانشین خواهیم کرد الان فایل مین نورمالمونه، چون همطور که گفتیم WM1, WM2 و WM3 برای چین و چروک ها مثل خط خنده یا خط اخم هستش که باید به صورت جدا ساخته بشه. در مرحله بعدی دوباره برمیگردیم به این بحث. خب فایل نورمال رو درگ اند دراپ کنم و میندازم روی مین و اگر یه مقدار دیگه پایین تر بریم ستینگ شبیه این رو برای اسپکولار و کویتی داریم
که تکسچر کویتی که از سایت تیر دسکن گرفتیم رو هم اینجا جانشین میکنیم. برای شدت پارامتر اسپکولارمون بد نیست که 17 رو وارد کنیم و یه مقداری سطوح صیقلی تری به همون خواهد داد روی پوست کاراکتر. خب میتونم متریال رو ببندم و حالا اگر به کاراکترمون توی سن نگاه کنیم از یه فاصلگی نزدیکتر، میبینید که چقدر جزئیات زیادتری به صورت کاراکتر ما اینجا اد شد، مثل بافت پرزی که روی پیشانی کاراکتر دیده میشه یا دیتیلی که زیر چشم کاراکترمون هست که این دیتیل با تکسچر دیفالتی که از سایت متاهیومن گرفتیم قابل دسترسی نبود و این دیتیل زیادتر با تکسچری که از سایت 3D اسکن گرفتیم برای ما فراهم شد. همینطور باید به این نکته هم اشاره کنیم اینجا که نورپردازی هم نقش خیلی پررنگی در پرزنت بهتر کاراکترتون خواهد داشتش. خب این یه توضیح خیلی کلی روی پایپلاینی بود که چطور میتونید از 3D اسکن خودتون کاراکتر متاهیومنتون رو بسازید و بعد تکسچر کاستوم خودتون رو هم بدید روی اون. یه نکته دیگه هم که میشه اینجا اضافه کرد بحث رینکل مپ یا اون فایل چین و چروک نرمال کاراکترمون هست. گفتیم که این کاراکتر نورمال مپ خودش رو داره ولی شیدری که روی صورت کاراکتر هست چین و چروک های خاص خودش رو میخواد که به صورت دیفالت 3 تا تکسچر برای این چین و چروک ها داریم، ولی خب طبیعتا اونا با تکسچر دیتیل نورمالی که روی صورت کاراکترمون هست تطبیق نداره در حال حاضر. برای که بتونیم اون تکسچر چین و چروک رو همخوان کنیم با تکسچر دیتیل نورمالی که از سایت 3D اسکن استور گرفتیم، باید اون تکسچر ها رو اکسپورت کنیم و مراحلی که تو فتوشاپ الان بهتون میگم رو انجام بدید روش. فایل WM1, WM2 و WM3 رو رایت کلیک میکنم و از توی Asset Action اکسپورتشون خواهیم کرد. فرمت PNG بد نیست، فعلا به عنوان تست روی دسکتاپ هم یه شاخه جدید ایجاد میکنم، اسمشو میذارم Wrinkle Map و این 3 تا فایل رو اکسپورت میکنیم اونجا. خب کافیه که فتوشاپ رو باز کنیم و این 3 تا تکسچر رو لود کنیم توی فتوشاپ. بسیار عالی، فتوشاپ باز شد. میرم توی شاخه که ایجاد کردیم و این 3 تا تکسچر رو باز میکنم. یک مطلب که اینجا باید بهش دقت کنیم، سایز این نورمال مپ ها هستش. اگر که ایمیج سایز اینا رو نگاه کنم میبینم 2K هست، ولی فایل 3D که از سایت 3D اسکن استور گرفتیم قطعا کیفیتش بالاتر از 2K خواهد بود. برمیگردم تو ایمیج سایز، میبینیم که 8K هستش، 8192. برای که بتونیم این دیتیل و این جزئیات رو حفظ کنیم تو اون 3 تا رینکل مپ، باید بیایم و سایزش رو با هم مچ کنیم. خب برای این کار من قبل از اینکه سایزشون رو زیاد کنم یه فیلتر گاشین روشون میدم، چون از این تکسچرها اون مقدار کم دیتیل تکسچری که توش هست رو نمیخوایم و تنها چین و چروک های خیلی گود صورت رو از این فایل لازم داریم. بنابراین میام توی فیلتر و از منوی بلر گاشین رو سلکت میکنم. رقم 4 رقم خوبیه و کاملا اون تکسچر ها رو برای ما محو خواهد کرد. بسته به این که سایز تکسچر بیسمون
چه سایزی هستش میتونیم رقمی که اینجا میدیم رو ست کنیم. برای این سایز تکسچر که 2K هستش فکر کنم 3 خوبه، کاملا پورس های قبلی رو برای ما از بین برد و فقط چین و چروک های خیلی عمیق رو نگه داشت. خب اینو تایید میکنم. همین فیلتر رو روی 2 تا تکسچر دیگه‌مون هم میدیم و حالا سایز اونا رو به 8K تغییر میدم. 8192 هم برای واید و هم برای هایت. سایز 8K میتونه یه مقدار سنگین باشه برای گیم انجین. بد نیستش که کیفیت نورمال مپمون رو بذاریم روی 4K که میشه 4096. خب بنابراین این سایز رو برای هر 4 تا تکسچرمون و حتی سورسمون ست میکنیم. میتونیم دکمه زنجیر رو کلیک کنیم و با این کار یکی از اون عددها رو که عوض کنیم هر دو برای ما تغییر خواهد کرد. و حالا کافیه که بیس نورمال مپمون که کیفیت بالایی داشت رو کپی کنیم و روی 3 تا فایل دیگه‌مون پیست کنیم و از اونجایی که سایزشون کاملا با همدیگه مچ هستش روی همدیگه فیت میشن و از پنجره layers باید بیایم و نوعش رو، نوع لایه رو روی اوورلی ست کنیم. با این ترتیب دیتیل تکسچر بالایی روی تکسچر پایینی قرار خواهد گرفت و همچنین چین و چروک های شدیدی که توی تکسچر پایینی تو تکسچر زیری داریم از تکسچر بالایی قابل رؤیت خواهد بود. خب همین تغییر تایپ رو برای 2 تا تکسچر دیگه هم انجام میدیم و حالا کافیه که اونا رو تخت کنیم و سیوشون کنیم. فایل سیو از این تکسچر W3 بود، WM3 میتونم روی فایل قبلی سیوش کنم. همینطور تکسچر بعدی 2 و در نهایت سومین تکسچر تختش میکنیم و سیو. خب کارمون توی فتوشاپ به پایان رسید. برمیگردیم به انجین. میتونیم اونها رو کنار فایل تکسچری که داشتیم که از توی دسکن استور گرفتیم ایمپورت کنیم. من میتونم فتوشاپ رو ببندم و در روت شاخه کاراکترمون اون صدا تکسچری که از فتوشاپ خروجی گرفتیم رو وارد کنم به گیم انجین. خب برمیگردیم به شیدر کاراکترمون که گفتیم میتونیم اون رو از فولدر فیس و شاخه بیک سلکتش کنیم و اگه بریم به قسمت نورمال فایل WM1, WM2 و WM3 رو با فایلایی که الان ساختیم میخوایم جانشین کنیم. خب میتونم اینجا یه سیو آل داشته باشم روی کل تغییراتی که تا الان دادیم و برای اینکه بتونیم تغییر این چین و چروک ها رو ببینیم روی کاراکترمون احتیاج داریم به یه سیکونسر توی صحنه. من همینجا یه رایت کلیک میکنم و از گزینه انیمیشن یا از گزینه سینماتیک لول سیکونسر رو انتخاب خواهم کرد. این لول سیکونسر رو میتونید درگ اند دراپ کنید توی سین و در حالی که تو اوتلاینر سلکته اگر روی اون رایت کلیک کنید سلکتش کنم اول سیکونس و اگر روی اون رایت کلیک کنید و برید توی ویرایشش
تایملاینمون برامون ظاهر خواهد شد. میتونیم کاراکتر متا هیومنمون رو سلکت کنیم با رایت کلیک کردن اینجا add actor to sequencer. میتونم که از بالا اولین گزینه که کاراکتر سلکت شدهمون هست رو انتخاب کنم و کاراکتر برای ما به سکونسر اد میشه. همینطور که میبینید ما اینجا بادی کنترلر رو داریم براش و همینطور فیس کنترلر. فعلا با بادی کنترلر کاری نداریم و میتونم اون رو حذفش کنم، کنترل ریگ بادی رو. و برای اینکه بتونیم کنترلر فیس کاراکترمون رو همزمان با هم ببینیم، یعنی هم زوم داشته باشیم روی صورت و هم فیس بورد رو ببینیم، میتونیم یه ویوپورت دیگه بیاریم در کنار صفحه. پس اگه برم تو منوی ویندوز، ویوپورت و ویوپورت 2 رو سلکت کنم، یه ویوپورت جدید برای ما ظاهر شد و توی اون ویوپورت جدید میتونیم روی فیس بوردمون زوم کنیم. یه کلید F رو اینجا فشارش بدم، در حالی که بعضی از کنترل‌های صورت سلکته روی اونا زوم میشه و اگر با یه سرعت کمتر دوربین جلو برم میتونم که کنترل بهتری داشته باشم روی فیس بوردمون. خب سرعت دوربین رو خیلی میارم پایین و این ویوپورت رو میارم کنار پنجره ریکوردم. خب حالا در حین این که فیس بوردمون رو توی ویوپورت دوم دارم، میتونم روی ویوپورت 1 روی صورت کاراکترم تا جایی که امکان داره زوم کنم و به این ترتیب کنترل خوبی روی بخش‌های مختلف صورت خواهیم داشت. خب بذارید بعضی از این کنترلرها رو با هم تست کنیم. مثلا کنترل چشم و همینطور کنترلرهای فورهد. و به این ترتیب خواهید دید که اون چین و چروک هایی که از فایل WM هامون ساطع میشن به طور داینامیک برای ما روی صورت کاراکترمون تغییر خواهد کرد. همینطور میتونیم خط خنده رو تست کنیم. میبینیم که فایل نرمالی که از وب اپ متا هیومن گرفتیم با دیتیل نرمالی که از 3D اسکن استورمون داشتیم با هم میکس شدن و به ما ترکیب خوبی رو روی صورت کاراکترمون خواهد داد. خب این یه توضیح نسبتاً کامل بود روی اینکه چطور میتونید از یه فایل 3D اسکن کاراکتر خودتون رو بسازید و تکسچرهای اون رو و حتی نورمال مپ های اون رو ست کنید با دیتیل تکسچری که خودتون از 3D اسکن گرفتید یا اون تکسچر رو ساختید. فکر میکنم برای این ویدیو کافی باشه و تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون.